بچیم 5 تا شهید تو هیچ کس ندارم جز از خدای بالا سری هیچ کس ندارم. نه خاله جان کسی همسایه پیش ازی زری میکنه خیر یک مغ زرک بدی دهنم اینا بالا میشه چیکار کنم؟ از این حالت چی رو گریه نکنم؟ مرگ به من لازمه، من چی کنم؟ هیچ رایم ندارم. مادر بزرگوار یک روز خانهشان میتب به ما. من 2 تا بچه‌کم انگار که شهید شد، کشته شد. 2 تا سنم کشته شد، یک دخترم کشته خور انداخت داخل خانه. دخترم صنف 4 پانتون بود کشته شد. خب خاله جان اولادتون گفتین ده چی کشته شد؟ نمیتونم گپ زنم، سوختم میگیره. نکو گریه مادر. دیگه رد از اوی کنه اینا بیامده منه. همه امشو که اینا کشته میشه، همه امشو اردو بچه می ای به خانه خسر خو میره و خانه خسر خو اشتگاه خور پرتو میده خود اینا میآیه. ما خندیدم گفتم بچیم چرا اولادار پرتن که مادر یک شو خب با ما میرسه زنشو تنها باشیم. اینی میگم بس تو وقت بیمونن در سر بچه کامر بدر کردم، بچه کامر بهم داخل خانه کشتم. یعنی 4 سایپ پول برداشتم ببردم. دوست آمد میدان خدا رسول بموندم. حال چند دانه یتیم که خودت مانده از بچه های تو دخترک؟ 3 تا ازی بچه منو، 3 تا ازی بچه منو، 6 تا. هیچ کس ندارم جز از خدا برتره. بچیم که بیا این خانه رو ببینی، اشتکار ببینی که ما به خونه یخ ششده ایم و 4 کنار باد میزنیم. خال جان همی یک اتاق است؟ همه یک اتاق است بچه. و اینی من اوسرکای کمپل چیزی نداره؟ هیچ چیز نداره، من انمینار داریم، هیچ چیزی نداره. اینه که فکر خیرات مسلمان میده بابا ما بزنه اینا دو مکتب هم ده ما چیتم درس بخونم. ما خو اینا رو بیرو بدر نمیکنم، من اینجا بهم خونه نمازگر در بالا ناقلف میکنم میرم مسجد مال میرم. هیچ چیزی ندارم که حالا ما چیزی دارم ندارم. حال 2 تک دیگه برفتن کتابا خو بگیرم هم مکتب بیایم. خدا انمی روزگار منه، امی روز منه. خود چی کنم؟ غریبم، کس کار ندارم. خیلی خاله. خوب از خورترک؟ نامه چیه؟ آرش. ای آرش جان خنک نمیخورید ای کمپل؟ میخورم. خنک میخورید خود نامه چی است؟ پقامت. جان نامه خود چی است؟ عرفان. و از خدا که؟ نجلا. نجلا جان دهی خنک نمیخورین شما؟ وای دوستان عزیزی وضعیت خانواده است متاسفانه. قلب هر انسان تکه تکه میشه. البته همی 4 دانه نیستن واسه اینا 6 دانه از 2 تا دیگه شون هم میاید. ببین لقمه نون من پا بلندک میکنم پیش از همسایه، پیش از زری میکنم خیر یک مغ زرک بدی دهنم اینا بالا میشه چیکار کنم؟ بر روز کارتنار بردم در نونوا دادم که به من 3 تا نون داده. خیر بین خاله جان خیر گریان نکنین. بچیم از این حالت چی رو گریه نکنم؟ مرگ به من لازمه، من چی کنم؟ هیچ رایم ندارم. میرم پا مسجد مال هر کس من تیله میکنه تنبه میکنه گپ گنده میگه چوب بخور میگیرم کلگه خودم اندازم تیر میشم. خاله جان حالا گوش کنین شما ما انشالله به ای آمدیم که انشالله قلب شما شاد شود، فرزندانتان خوشحال شوند شاد شوند انشالله. و یک روز شما این خانه را بر ما میتین و شما همتون که او روز بیرون برآمدین بیش به شما به کار میرین پس که آمدین ببینین خانه تانه که انشالله چقدر تغییرات آمده. انشالله ما یک تغییر بسیار زیاد در این خانه میاریم که دیگه هیچ چیز وقتی که شما داخل شوین احساس نکنین که دیگه چیز کم بوده است کم است. انشالله همه چیز ما بر شما میاریم. بچیم خداوند خوشیای دنیا در پای شما برزه. بچیم خداوند اون نفره که کمک میکنه در بهشت فردوس بره، زنده باش، حج بیت الله بره. خداوند اون خیر بده بچیم که همون زر مر کمک کنیم. دا برج قرض دارم که هر دم صاحب خانه میایین خلک از این میگیره میگه ایر میبرم یا قرار بده میگم ما بچه میچانه میرم. خدا بزرگ یکی نه یکی یک مسلمان. خیره انشالله او دمایی که قرضدار است او را ما میپردازیم انشالله، تشویش نکنین. خب دوستان عزیز مادر بزرگوار یک روز خانهشان میتب به ما و ما این خانه را میگیریم و ببینیم که چی تغییرات میتونیم آورده که شیشه‌اش کلش شکسته است، وضعیت خیلی خراب داره. انشالله بتانیم مشکل اینا را حل کنیم. خب دوستان عزیز انشالله شما تغییرات بعد از چند روز در داخل نظام این خانواده من احساس میکنین. تشکر.